وقتتون بخیر. تئوریای اسید و باز رو با هم دیگه میبینیم. همونطور که میدونین برای توجیه رفتار اسیدی و بازی مواد مختلف توی تاریخ علم تئوری های مختلفی بررسی شدن. با ساده ترین تئوری ما شروع میکنیم، تئوری آرنیوس. تئوری آرنیوس به ما میگه که مواد اسیدی موادی هستند که توی محلول آبی از خودشون بعد از تجزیه شدن H مثبت تولید میکنن یا پروتون. در صورتی که مواد بازی موادی هستند که توی محلول آبی از خودشون OH منفی تولید میکنن. این دوتا خاصیت ساده باعث شد که از نظر علمی بتونن سوالات زیادی رو جواب بدن. مثلا تونستن توجیه کنن که چرا فلزات در تماس با اسید دچار خوردگی میشن، به خاطر اینکه همونطور که توی این معادله که اینجا نوشتم میبینین، این H مثبت اسید با فلز واکنش نشون میده و از خودش یون تولید میکنه، یون فلزی. حالا روی بعضی از این کاغذهای آلومینیومی که میخرین اگه دقت کنین روش نوشته که مثلا با تماس با مواد اسیدی نباید باشه این کاغذ آلومینیوم. مثلا اگه میخواین غذایی رو بپزین که pHش پایینه، مثلا خیلی گوجه توشه، بهتره که از این کاغذهای آلومینیومی یا ظرفای آلومینیومی استفاده نکنین، برای اینکه تو طولانی مدت ممکنه به سلامت آسیب برسونه. سوال دیگه ای که تونستن با این تئوری بهش جواب بدن هدایت الکتریکی هست. اونجایی که مثلا یک اسید در اثر تجزیه شدن یون H مثبت که یا پروتون رو تولید میکنه و همینطور یون کلور منفی رو تولید میکنه، میبینن که این لامپ روشن میشه. در صورت که اگه یه ماده‌ای رو بذارن که تجزیه تو آب نداره، مثلا مثل شکر به صورت مولکولی باقی میمونه، این لامپ روشن نمیشه. سوال بعدی که تونستن بهش جواب بدن توجیه کردن خنثی شدن اسید و باز بود. برای اینکه وقتی که ما بدونیم که ماده اسید H مثبت تولید میکنه، ماده بازی OH منفی تولید میکنه، ترکیب این دوتا آب تولید میکنه. برای همین اگر ما ماده اسیدی رو با یک ماده بازی در تماس بذاریم، خنثی میشن و تولید آب میبینیم. ما همطور که میبینین اینجا با این حالتهای ترازو بهتون نشون دادم که وقتی غلظت H مثبت و OH منفی برابر باشه توی حالت خنثی به سر میبریم، یعنی که pHمون 7. توی همین حالت یه ماده دیگه هم تولید میشه، نمکه. یعنی این که وقتی من میرم ماده بازی و با ماده اسیدی در تماس میذارم، خب اول گفتیم که آب تولید میشه دیگه، درسته؟ یه ماده دیگه هم که تولید میشه نمکه. برای چی؟ برای اینکه اسید توی آب تجزیه میشه، H مثبت و Cl منفی به وجود میاره. تو این حالت مثلا NaOH Na مثبت و OH منفی به وجود میاره. H مثبت و OH منفی دیدیم که اون فرایند خنثی شدن رو بهش میگن که تولید آب میکنه. از این طرف وقتی که یونای Na مثبت و Cl منفی با هم دیگه ترکیب میشن، تولید نمک میکنن. این همون نمکیه که ما توی خوراکی ها ازش استفاده میکنیم. حالا با توجه به اینکه به این همه سوال جواب داد، برای چی تئوری آرنیوس کافی نبود برای ما؟ اولین دلیلش اینه که همه تعریفایی که در مورد اسید و باز به ما داد بستگی به محلول آبی داشت. یعنی چی؟ یعنی که من رفتم دوباره این اسلاید رو بهتون نشون میدم. ببینین اینجا توی یه محلول آبی داره این اتفاق میفته. خب حالا اگه اینجا محلول آبی نباشه، یه حلال دیگه باشه، چی میشه؟ آرنیوس نمیتونست اینو توجیه بکنه. به علاوه یه سری موادی هم بودن مثل آمونیاک و بیکربنات سدیم که همون توی شیرینی پزی ازش استفاده میشه. اینا خاصیت بازی دارن ولی با این تئوری آرنیوس قابل توجیه شدن نبودن. برای همین لازم شد که دانشمندان توی این زمینه بازم تحقیق انجام بدن تا یه سری تئوری های دیگه ای رو بهشون برسن.
یکی از این تئوری ها که دوباره با هم میبینیم تئوری برونستد و لوری هستش. این تئوری چی به ما میگه؟ میگه که اسیدها ماده هایی هستن که توانایی رها کردن پروتون توی محیط رو دارن. خب حالا شما همین قسمت رو در نظر داشته باشین و اینکه فقط داریم در مورد پروتون حرف میزنیم دیگه، در مورد OH منفی صحبتی نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ میگه که اسید پروتون توی محلول رها میکنه. تا اینجاش آسونه. پس اگه من بخوام برم ببینم بین این دوتا کی اسیده، باید برم ببینم که چه شکلی رفتار میکنن. خب اینجا رو شما نگاه بکنین، NH3 که در اصل آمونیاکه، بعد از این فلش اینجا ببینین که تغییری کرده دیگه، درسته؟ چی شده؟ به نظر میاد که یک H مثبت بیشتر داره. پس ما میتونیم بگیم که NH3 اسید نیست دیگه، درسته؟ و اینکه رفته یه دونه پروتون گرفته. در صورتی که اگه بریم آبو ببینیم، آبو ببینین فرمولش هم این طرف هم ببینین که یه دونه H مثبت کم داره دیگه، درسته؟ چرا؟ چون که آب تجزیه شده به H مثبت و OH منفی، H مثبتش رو داده به آمونیاک. خب پس ما میتونیم بگیم که آب اسیده در صورتی که آمونیاک بازه. با همین طرز بررسی بیایم این یکی مثالم ببینیم. این بالا همین دوباره مثال قبلی رو دارین میبینین. این پایین رو ببینیم. اینجا دوباره چی میشه؟ برای اینکه من بخوام ببینم کی اسیده کی بازه، باید برم ببینم که توی معادله چه شکل خودشو رفتار کرده. این اسیدی که من دارم اینجا ببینم، بهتره که الان نگیم اسیده، برای اینکه مثلا فرض کنیم که نمیدونیم چیه. این H2CO3 بعدن چی شده؟ به نظر میاد که یه دونه H'اش کم شده دیگه، درسته؟ پس من بنویسم منهای H مثبت. آب چه اتفاقی براش افتاده؟ ببینین آب به نظر میاد که یه دونه H مثبت گرفته باشه. پس بر اساس این طرز بررسی من میتونم بگم که این یه اسیده، در صورتی که آب اینجا به صورت یک باز رفتار کرده. خب پس ما یه بار دیدیم که آب به صورت یک اسید رفتار کرد، این دفعه دیدیم اینجا آب خاصیت اسیدی از خودش نشون داد، در صورتی که این پایین آب از خودش با خاصیت بازی نشون داده. حالا چی کار میکنیم؟ یه اصطلاح دیگه هم بعد اینجا یاد بگیریم. اون اول بهتون گفتم که شما باید ببینید هر ماده چه شکلی رفتار میکنه. ببینین اومدیم بین این ماده و این ماده که داشتیم بررسی میکردیم یه فلش دو طرفه میزنیم و میگیم که اینا با هم دیگه اسید و باز مزدوج هستن. چرا؟ چون که توی یه رابطه ای هستن که یا H مثبت به دست آوردن یا H مثبت از دست دادن. همین اتفاق برای آب هم میفته. این دوتا با هم دیگه اسید و باز مزدوجن. چه اتفاقی میفته الان من این اسلاید رو دوباره تمیزش میکنم و یه مسئله دیگه هم بهتون نشون میدم. یه چیز جالب دیگه ای که میتونیم ببینیم اینه که من اگه برم این واکنش رو تو این جهت ببینم اسید و باز دارم، اگه برم از این طرفم ببینم دوباره یه اسید و بازی دارم دیگه، درسته؟ توجه بکنین ما الان توی این جهت میریم واکنش رو ببینیم. توی این حالت ببینین چی میشه؟ میگه اون ماده‌ای که H مثبت از دست میده اسیده. پس من میرم برعکس نگاه میکنم ببینم این چه جوری شده این طرف. ببینین که یه دونه H مثبتش کم شده، یه پروتون از دست داده. پس میگم این ماده اسیده. در صورتی که این ماده چرا باز شد حالا از این سمت راست به سمت چپ؟ به خاطر اینکه اگه من برم این ماده رو با این معادلش این طرف بررسی بکنم میبینم که یه دونه H مثبت بیشتر داره. پس میگم که این ماده یک ماده بازی هستش. حالا شما اینم خوبه بدونین که معمولا توی محلول‌های آبی یک اسید رو وقتی میخوایم ما واکنشش رو نشون بدیم، به جای اینکه ببخشید از
اصطلاح H مثبت استفاده بکنیم بهتره که از این اصطلاح استفاده بکنیم که بهش میگن یون هیدرونیوم. چرا؟ چون که توی محلول آبی مولکول آب ما با یک پروتون واکنش نشون میده، این یونو به وجود میاره. برای همین شما توی همه این مسئله دیدین که H3 یون هیدرونیوم بود وقتی ما در مورد واکنش با آب حرف میزدیم. حالا وقتی اون اول داشتم در مورد این علت این که تئوری آرنیوس کافی نیست صحبت میکردم، گفتم که رفتار بیکربنات سدیم یا جوش شیرین رو هم نمیتونه توجیه بکنه. بیکربنات سدیم یک ماده بازیه. چه اتفاقی میفته که توی آب به سدیم مثبت و یون منفی HCO3 منفی تبدیل میشه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی که تفکیک شد این یون منفی میاد با آب واکنش نشون میده. خب تو این حالت آب خاصیت اسیدی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک H مثبت رو داره یا یه پروتون داره از دست میده، داره توی محیط رها میکنه. کی این H مثبت رو میگیره؟ این یون منفی که اول دیدیم. خب نتیجه این چی بهش میگن تبادل پروتون این میشه که توی محیط یونهای OH منفی میمونن. یون OH منفی شما یادتون هست حتما که pH محیط رو بالا میبره، یعنی محیط رو بازی میکنه. خب پس این علت این هستش که چرا بیکربنات سدیم تولید یک محیط بازی میکنه. آخرین تئوری که بهش بررسی میکنیم تئوری لوئیس هستش. تئوری لوئیس میگه که اسیدها موادی هستن که توانایی قبول کردن یک جفت الکترون رو دارن. خب بازها موادی هستن که یک جفت الکترون آزاد دارن. اینجا رو ببینین، اینجا آمونیاک ما داریم، یک جفت الکترون آزاد داره. به کی میده؟ به این ترکیبی که ما اینجا داریم که توانایی جذب این دوتا الکترون رو داره. پس ما میتونیم بگیم که تو این حالت ماده‌ای که جفت الکترون آزاد داره بازه، ماده‌ای که قابلیت قبول کردن یک جفت الکترون رو داره ماده اسیدی محسوب میشه. چه فایده داره این مدل؟ این مدل میتونه مواد اسیدی و بازی رو شامل بشه که یه سری مولکول های خنثی هستن یا یون هایی هستن که برای ما سخت تشخیص اسیدی و باز بودنشون با توجه به اون دوتا تئوری قبلی، یعنی آرنیوس و لوری برونستد. بعضی از، یا بهتره بگیم بسیاری از کاتیون های فلزی، مخصوصا کاتیون های فلزی واسطه، فلزات واسطه، توی آب به عنوان اسید لوئیس رفتار میکنن. برای چی؟ برای اینکه میرن اون جفت الکترون آزادی که آب داره رو قبول میکنن. پس آب میشه محلول بازیمون و این کاتیون ها میشن محلول های خاصیت اسیدی از خودشون نشون میدن. این واکنش ها بدون تبادل پروتونن، درسته؟ برای اینکه ما در مورد یه سری جفت الکترون صحبت کردیم. پس موادی هستن که توی طبقه بندی برونستد و تو طبقه بندی آرسنیوس میتونن قرار نگیرن. امیدوارم که این بخش براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.